خانم بهار گوش کنید. باوری داره که یگان تاش پدر سومن نبود؟ متاسفانه آنها نیست. باور کنید اگر او را بینم میشناسم. ما حاضر همشون رو دیدیم، دیگر پدر سومن رو چی خیلی میابه با؟ یا خدایا. پدر سومن. من همه را گفته ایستادم. ما پدر سومن رو چی خیلی میابه من خانم بهار؟ سومن را پدرش. شد فهمیدم وقتی پدر سومن. کلاس در اینجا چیکار میکنه؟ پدر سومن است همین آدم. پدر سومن همین است؟ خانم بهار شما چی گفتن میخواهید؟ من همین گفته ایستادم. پدر سومن همین آدم است. چی خیلی یعنی پدر سومن همین است؟ بله همین آدم. خانم بهار نمیشود، یعنی ناممکن است. لطفاً ساز بینت خطا کرده. در این کار خطایی هست. یعنی بینت خوبتر بینت لطفاً. یعنی این آدم کجاش به سومن مانند است؟ سومن دختره که زردینه، چشمانی کبود دارد. با شکل این نگاه کنید عقلتون رو کار فرمایید. جناب لوید پدر سومن همین آدم است گفته ایستادم. خانم بهار شما چی گفتنت رو میدونید؟ بینید چی گفته؟ بله گفتم. یعنی بسیارتر به مادرش مانند شده است. اقلا کمی باید به پدرش مانند باشد، اما بینید او تماما به سومن مانندی ندارد. اقلا 10% مانندی میداشت. من میگفتم که درست. نه بینیش نه چشمش نه. او را بینیش رنگ دسته بر عموما مانندی نداره به سومن. جناب لوید پدر سومن همین آدم است گفته ایستادم. نه خانم بهار شما خطا کرده ایستاد. این غیر امکان است. خیلی نگویید. یا خدایا به یادم آمد آخرین آدم اوست. چه خیلی یعنی اکنون پدر سومن کلتا کلاس است؟ نفهمیدم. کلتا کلاس گفتی؟ یا خدایا غیر امکان است. ناممکن است. برای چی از بین 6 میلیارد آدم روی زمین کلتا کلاس برآمده؟ جناب لوید کلتا کلاس گفته ایستادید. از برای خدا این چی است؟ کلتا کلاس انمی آدم. چه خیلی یعنی شما پدر سومن رو کلتا کلاس میگویید مگر؟ نامش خانم بهار، نام لقبش. گوش کنید خانم بهار، کلتا کلاس باید هرگز نداند که سومن دختری او است. فهمیدید خانم بهار؟ اصلا. شاید دختر رو از در پشت برارم. راهشان رو میگیریم. این دفعه دختری کلتا کلاس رو از دست دادن نمیخوایم. فهمیدید؟ فهمیدید خانم بهار؟ هرگز نباید داند. اصلا. یا خدایا چخیل نباید داند. تا این زمان شما مگر از من خواهش نکردید که کمک کنم که پدر سومن را یابیم؟ تماما به شما گفته ایستادم که این آدم پدر سومن است. انا آنجا ایستاده است کو؟ ببینید خانم بهار، این آدم جنایتکار وزنین است. بسیار خطرناک است. یعنی چخیل؟ پلیس این شهر 7 سال است که همین جنایتکار را جستجو دارد. کلتا کلاس.
از راستی؟ کاری نیست که نکرده باشد. راهزنی، دزدی، غارتگری همه کارو کرده است. این خیلی باشد این آدم را چرا دستگیر نمیکنید؟ اینجا ایستاده است کو؟ این شاید مشکلی دیگر است، چون که در دستمون شخصیت او را اثبات میکردگی حجت ها و دلیل ها را نداریم. یعنی این حال چه خیلی یعنی؟ کارتا کلاس 2 سال پیش برادر دوگانی کشکی مرده بود به جای او گذشته است. شناسنامه او را استفاده دارد. ما هم برای همین او را دستگیر کرده نمیتوانیم. بر ضمن کارتا کلاس دشمن اشدی سقراط میباشد. انا برای همین سقراط سوما را دزدیدن میخواد. خانم بهار انتقام میگیرد. شاید فهمد که سوما نبیرش است و به او ضرر نرساند. این نظر منطق دارد. بله به او ضرر نرساند، اما سومان به دست آنها میافتد. نه اصلا چنین نشود. سومان اصلا در دست سقراط بر این آدم نباید بزرگ شود. این وصیت آخری مادرش بود. این خیلی باشد ما هم موافق این وصیت عمل میکنیم. نمیگذارم که از برای انتقامگیری سقراط و کارتا کلاس سوما را از دست بدهم. سوما را از هر رویش باید دور نگاه داریم. خانم بهار طوری رفتار میکنیم که گویا هیچ چیز نشده است. سوما را گرفته از در پشت میبریم. آرام. 195 196 197 198 199 200 تو حالا هم اینجایی؟ حاضر میروم، ولی بعد از نام شما را گرفتم. دفشو رو کوچگرد باز تو هستی؟ میبخشید خانم، من اینها رو جمع میکنم. با پیشت نگاه کن آخیم نمیبینی؟ من خودم میگیرم. وای خانم ملیس، همیونتون رو افتم. مایلش تشکر میکنم. دختر تو کی هستی که از فکرم بیرون نمیشوی؟ چی گپ است؟ با خود بیا. وقتی عاشق شدن از کمالی سیاه، حالا انتقام پدرت رو نگرفته ای. در نیمی راه از راه گشتن خوب است مگر؟ احمدی شمشک تو پدری من رو دیوانه کردی. من هم تو رو زده آن همین خیل بسارت زده تو رو دیوانه میکنم. هر جایی که من آرام نباشم هیچ کس آرام بودن نمیتواند. احمد شمشک تو رو سنگی تسبیح کرده توبه گفته ذکر میکنم. پدر مرا جیغ زدی؟ دیوانه ای ساخته کار. دیوانه ای ساخته کار. پدر دامولای حقیقی منم. دامولای ساخته اوست. پدر دامولای ساخته کیست؟ کی میشود دیگر؟ دامولا زیا. گرچه نامی او زیا هم نیست. ساخته است. کارتا کلاس است. کارتا کلاس؟ پدر چه خیل کارتا کلاس ها؟ او آدم مرده است. خدا جزایش رو دیهد. تو فکرش رو نکن. پدر من انتقام تو رو میگیرم. احمد شمشک گفتنی برادر داشته است. او رو میکشم. کارتا کلاس نمرده است. زنده است. کی زنده است پدر؟ دامولای ساخته زنده است. کدام دامولای ساخته؟ زیا. زیا زنده است؟ دامولای حقیقی منم. او ساخته کار است. زیا در کجاست؟ چه خیل زنده است؟ او نمرده است؟ نمرده است. استاد ساخته شده اخلاق و دین درس میدهد. او برادر دوگانی کش نیست؟ برادر دوگانی که ساخته است
حقیقی نیست. دوگونی که حقیقیش کی است؟ برادری دکانی که حقیقیش منم. پدر چی ها میگویی؟ سرم او دامولازیا است. نمیفهمی تو؟ نمیفهمم پدر. بیاقل دیوانه. کلک است. من تو گفته ایستادم که او نمورده است. ساخته است. نمورده است دامولازیا. پدر در خواب مرا ناحق میزنی. بین هم دامولازیا مرده است. تو خواب دیده ایستاده. انشاءالله خواب میبینن. در خواب دروغ گفته نمیشود. مشقت است. اکنون باور کردی؟ زنده بودن یا ساخته کار رو باور کردی؟ اکنون باور کردم پدر. سرم پدر انتقامی تو رو میگیرم پدر. تو آرام خواب کن. سلام علیکم جنابان. علیکم سلام جوان. شام بخیر کمال. امک خلیل خونه کلتکل است در کجاست؟ کلتکل است میگویی؟ داملوی ساخته شما زیا هست کو؟ در کجاست تو؟ داملا زیا رحمتی شد در قبرستون مای. وای آدم همه شما رو فریب داده است کو؟ کجاست خونش؟ برادر دوگانی که میگویی؟ ها برادر دوگانی کش رو من نمیدانم اما حاضر در خانه نیستن. یک دخترچه خردکر بود. پدری او را جستجو دارند. تا جایی که من میدانم به امنیت رفتن. رحمت یا رحمانی خدا راهی سفید. اسبایی چی هست این جوان؟ در حقیقت اسبایی چی باشد؟ به خدا هیچی نفهمیدم. پدری بیچاره کودک را نیفتیم. چی کار کنیم زهرا؟ تو پروا نکن، او را پیدا میکنن. مرا نیز نیافتند اما در آخر یافتند که همین خیلی نه همکار. لعنتی من تو را. در حال عصبی نشو، آرام باش. خوش باشید. بیا دخترم. وای بسیار دیر شده از ما میرویم اکنون. به خاطر همه اون کارهای کردهتون تشکر میکنم. شام بخیر. شام بخیر. خیر شیرینه. من این دختر رو میشناسم. به فکرم در کجای بسیار دیدم. چیزی گفتی جان؟ نه چیزی نگفتم جانم. هوشم به دیگر طرف بود. ما هم میرویم؟ میرویم ولی من اولیت به حاجت خانه دارم. تمام. ما هم میرویم تا بازدید همکار. ای دیوانه، تو با همکارگویی هایت بیزار کردی. دیگر نگوی. آرام باش برادر. ای حاضر تو رو هم. کمی آرام باش. خیر تا بازدید. خیر. مایلی آشنا. همکار. دیگر به اینجا نهایت. اکا دختر رو از دری پشت امنیت برآورده ایستادند. فهمیدم. از در پشت برآوردن. راهشون رو میگیریم. این انگای زورا کجا شدن؟ من کار دارم موقعی باید خزینه رو با میگردم خطیتی دیجا. تو و خزینه اطراف نیست میکنم شوکت. از کی باز تو خزینه کو شدی؟ خزینه رو بیام به خود زورا رو میپرتوی تو. این همان است؟ که با؟ این همان است. بچه با چی بلوزد؟ کی بودن یو؟ بچه اینها کی بودن گپ زن؟ آدم های بران را دیدم و فکرم مرا تعقیب دارند. اگر برای سقراط کار کنند مرا به نزد او میبرند.
چی کار میکند وای؟ وقتهای پیش تیز میکشدم. ماشین میدوزد او؟ من به او میگویم که جنایت نکن. او باشد ماشین میدوزد. باز از نزدیک در شعبه امنیت. من حاضر به تو نشان میدهم. تو حالا میبینی زهرا، شرط رو من میبورم. تیرزه هم شدن. من باید چی کار میکردم؟ دوست در آمد! دوست در آمد! دوست در آمد است! دوست در آمد است! هجری! زود! دوست در آمد است! هجری! دوست! در آکوشا! دوست در آمد! دوست! در خانه دوست در آمد است! بیو رفتیم. بسم الله. هوپ نترسید خانم سنم، هیچ کس نبوده است. معلوم که رفته است. آروم باشید مایلش. بین هیچ کس نیست. اما من بسیار میترسم هجری. من امشب در اینجا نمیستم. امشب در خانه تو ایستم نمیشود؟ نه نمیشود. در خانه من ایستادن جایز نیست. اصلا گیره مرا در اینجا تنها گذاشتن جایز نیست. در کشاده بود دخترم. وای دا صدایت رو شنیده دویده آمدیم. چی شد؟ به خانه دوست در اومد؟ برآمد. یعنی مشکلی نیست. تموم. خاله رقیه خوب که اومدید. خانم سنم از روز ترسیده تنها ایستاده نمیتواند. در خانه شما ایستاد میشود؟ بله میشود. خدا از شما راضی باشد. سلامت باشید. خانم سنم میتوانید در خانه خاله رقیه ایستید و به شما یاری میرساند. مایلش دفترم رو گیرم. نه ترسید، هیچ چیز نیست. دوست الکی رفت. رفتیم دخترم به خانه ما. خاله جان من نمیترسم. ترسم برآمده رفت. خرچ روید. سلامت باشه. خودت میدونی دخترم. دخترم چرا به اینجا کوچیده آمدی؟ برای هجری مگر؟ چی علاقه دارد؟ چرا برای هجری کوچیده می اومدم من؟ خر جونم روید. من خواب دارم. خوابم اومد. شما هم خواب دارید. روید خواب. مادامی که ترست گذشته است. شبی خوش، خوابی شیرین. با شما هم. اوف. هجری مسخره مردم کردی هجری مرا. خانه رو بهوده به ترتیب کردم. کی جمع میکند اینها رو؟ من میکنم. کی جمع میکرده است؟ اوف. با راه میانه میرویم. آنها رو به دام یافتیم. برادر به فکر تو کدام چقدر خزینه را بکنم اول؟ به خدا اگر یک خزینه را بیا اونکو دیگه مرا شوکت نه شوکت جان گفته پسم میدوی. شوکت دمت را گرفته. کمی خاموش باش که آدم های بران را از دست دادیم. این بچه ما با کجا آمدیم؟
ин ҳамон одам нест магар? ман дар олами рӯҳ мегуфтам ту дар замин будаи ку? ҳой ҳой, ба куҷо меравӣ? истоло интиқоми падарамро аз ту нагирифтам. бачаҳо ба чархҳои мошин паронед, ба полисҳо тир нарасад, фаҳмидед? сардора, ба чархҳо тир расид, моро ба дом гирифтанд. аз мошин фароед ва пушти мошин пинҳон шавед. хонум Баҳор, илтимос аз мошин нафароед. суманро эҳтиёт кунед. ту ва ту бо ман биёед. ин духтарро ба ман де. ман де мегӯям, дасташро раҳо кун. ман де. яъне ису биё. духтарам Суман. оре дуро. раҳояш кунед. дасташро доред. шавкат, инҷо чӣ гап аст? чӣ гап буша? рафтем, садои духтар аз он тараф меояд. дар инҷо чӣ гап аст? ба куҷо меравӣ? аз ман гурехта наметавонӣ. дасташро сарде. ба ман де мегӯям. гирья кунро. сарде. сарде. сарде мегӯям. чикор мекунед, а? инҷа биё. бародарам. лозим нест. сарде. сарде мегӯям. сарде. сарде. ака, калтакиласро ҳам гирифта бо худам обарем. лозим нест. шеф танҳо духтарро мехоҳад. калтакелас худаш давида назди дарамон меояд. биёед рафтем. Суман! раҳояш кунед! кӯмак! Суман! 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 хонум хуб ҳастед? инҷо чӣ гап аст? духтарамро дуздидан. илтиҷо мекунам, ёриям кунед. хоҳиш мекунам, ягон коре кунед. чӣ? духтаратонро дуздидан? ба кадом тараф рафтанд? ана он тараф. бо ту баъдан вомехӯрам. аввал духтари ин занро наҷот диҳам.
نگرانی را بس کنید. همه با ماشین سوار شوید. برمیگردیم. لبای جناب دختر رو گرفتیم. آفرین. دختر رو به اینجا بیار. فهمیدم جناب. اکنون وقت انتقام گیری رسید کالتاکیلاس. خانم با سومان رو دزدیدن. التماس کاری کنه. از پسش آره بید تعقیبشون کنیم. تمام سومان رو پیدا میکنیم. نجات بدیم. گیره نکن خانم با. تمام نترسید. سومان رو میوبیم. لوند اینجا چی گپ شد؟ سردارم سومان رو دزدیدن. سومان رو دزدیدن؟ کی دزدید؟ سومان رو دزدیدن. سقراط دزدید. سقراط گفتی؟ سقراط سومان رو چرا میدزدیده است؟ آمد. ای پدیجه بریم ای خفون اومد. زیا تو این کارو چی خیل کردی ها؟ از نزد شعبه امنیت ماشین دزدیده رفتی. تو به من قابل داده بودی آخی. جانم گوش کن. یک لحظه ایست. کار این خیل نیست. زیا گوش کن. تو دروغ نگوی به من با چشمان خودم دیدم. ماشین رو ندزدیدم. امانت گرفتم. امانت گرفته است. تو مرا مسخره کرده ایستاده ای؟ شد زورا تمام. آرام شو. سقراط سومان را دزدیده است. چی؟ سقراط سومان را دزدیده است. من برای همین مجبور شدم که ماشین را گیرم. جانم چرا این را پیشتر به من نگفتی آخر جانم نمیگذاری که گپ زنی. تمام حاضر وقتی گپ زدنی این نیست. زودتر بیا سومان را یابیم آخر. زودتر. دخترچه رو رها کنید. از این کودک چی میخواهید؟ تو باز کیستی؟ مرا کمالی سیاه میگویند. مرا شناس میشناسد. نمیشناختگی میپرسد. اگر دیرتر شناسد قبرستان مکانش میشود. امید دست و پای این حریف را شکسته برده پاره کردن از این سگ پرتاید. کنی ببینیم کدامت رو زورش به من میرسد.
ака шумо шӯхиро намефаҳмидаед. чӣ шуд чӣ шуд? шах шуда монди. бисёр тез шуд бисёр тез шуд. бигир, бори дигар иҷро мекунам. ба хотири ту оҳиста ҳаракат мекунам, майлаш? бародар, дар ҳаёт ин корҳо оҳиста намешаванд. чӣ нигоҳ доред? ба сараш баронед, пора пора шавад. ака шумо ҳам шӯхиро намефаҳмидаед. модаратон ба шумо нагуфта буд ки бо силоҳ бозӣ накунед? бо як мушт аз ҳуш мераведу вақти гапзанӣ воима мекунед. шоҳ духтар, туро ба назди модарат мебарам. номи ту чӣ аст? Суман. чӣ қадар номи зебо доштаӣ. номи ман Камоли Сиёҳ. аз шиносоӣ бисёр шудам. рафтем, туро ба назди модарат мебарам. биё. рафтем. як лаҳза ба ту ямон ҳуҷум кардаги Суқрот буд, ҳамихӯни? бале. хуб, вале чаро инро ту ба ман нагуфтӣ? ина шумонед, вале Суқрот чаро Суманро медузидааст, ясна? чунки чунки чӣ? чунки падари Суман монеде ҳозир вақти падари Суман нест. мисли харгӯш рафтор доред. ҳозир бояд Суманро ҷустуҷӯ кунем, сардорам. бале, инҷо коре карда наметавонем. ман ба амният меравам. Суманро меёбем, парво накунед. хайр. мошин дар инҷост. доған ба ту чӣ шуд? ҷаноб, духтарро аз дасти мо гирифта рафт. духтарро ки гирифт? Камоли Сиёҳ гуфтани шахс. Камоли Сиёҳаш боз кист? намедонам ҷаноб. аз пешамон баромада духтарро гирифта рафт. чанд нафар омаданд? танҳо буд. чӣ хел танҳо буд? ҷаноб, ман чунин одам надидам. ӯ ҳамаи силоҳҳоро аз дасти бачаҳо гирифта, мисли сербоз ҳама моро зада духтарро гирифта рафт. мо ҳайрон шудем. маро гӯш кун. он духтарро ба назам наоред, шуморо нишон медиҳам ки сеҳрбоз кӣ аст. ҳамаатонро мекушам. ҳозир полис наомада аз ин ҷо меравем. ман аз ростӣ намефаҳмам. Суқрот чаро Суманро медуздида бошад охир? дарди ӯ ман ҳастам. ман ҳам нафаҳмидам. ҷиноятҳои Суқротро нигоҳ кардам. ӯ ҳаргиз кӯдак намедуздидааст. ин кор бемантиқ аст. خانم بهار اگر خواهید ما با بیرون برایم. خانم بهار ما با بیرون برآمده کمی هوای تازه میگیریم که احوال بهار آنقدر خوب نیست. کنی بیا شو دختر. تو رو به نزدی مادرت میبرم. میرویم مامکی کمالی سیاه. من صدقه زبانی کمالی سیاه گوی تو شوم دختر جان. اکنون باید داند جناب لیوی. آخر دختری او هست. کودک زیر خطر است. خانم بهار خواهش میکنیم خیلی نگوییم. ما با شما چی زده بودیم؟
سومان دخترم یک تویم. سومان دختر جوری من. سومان جونم خوب هستی؟ خوب هستی؟ سومان جان چی خیلی هستی جانم؟ تو از دست آدم های با چی خیلی نجات یافتی؟ این نمک من رو نجات داد. در حقیقت تشکری زیاد دخترم رو نجات دادید. همیشه در خدمت مظلومان هستیم خانم. سلامت باشید. کمالی سیاه تو کی از محبس بر اومدی؟ کمیسرم نو بر اومدم. وای آدم ها کی هستن؟ از دخترچه چی میخوان؟ تو سومان رو از کجا یافتی؟ وقتی که از پشت این ساختکار بودم با این حادثه روبرو شدم. وای آدم ها رو تعقیب کردم. تو کی را ساختکار گفته ایستاده ای ها؟ تو صبر کن، نوبت به تو هم میرسد. آنها رو تو یک انبار کهنه کوچه کولی مزار تعقیب کردم. همه‌شون رو زده دخترچه رو گرفته اومدن. یگان تو اشو می آوردی سوال و جواب میکردی. کمیسر با کارهای سوال و جواب شما عادت نکردم. مقصدم دخترچه رو نجات دادن بود، دیگرش رو نمیدادم. لونت انیق گریختن ولی برای احتیاط به اونجا یگان گروه روان کنه. البته سردارم وزیر بعدا وقتی رفتن یک دو یاری تجلی هم روان کنید. معلوم سخت لط و کوبشون کردن. با تو بعدا صحبت میکنم. اینجا مکانی موافق نیست. با رفیق پالیسون مشکل ایجاد نمیکنه. در عوض عقل پدرم عقلت را میگیرم. فهمیدی کلتکل است؟ چه خیل کلتکل است؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ بس کن این دور خورا. در ردری من هستی. با سرعتی بلند گذاشتی. جزایت را میدیم. مرا گوش کن. تو با دوست داشته ای من این خیلی گپ زدن نمیتوانی. فهمیدی؟ اوف زهرا اینجا بیا. اهمیت نده. دوست داشته گفتی؟ با یک دیگرتون بسیار میزیبید. خرگوش و گرگ. گوش کن. کسی دوست داشته ای مرا خرگوش گفتن نمیتواند عقلت را کار فرماید. تو خرگوش هستی، او گرگ. چی ها میگوید او؟ یک متفیلم است که وقتی کودکی تماشا میکردم گرگ و خرگوش همونجا میگویند کو نوپگدی. لونت حالا هم کودک هستی جانم. مرا بین. اگر سومن را نجات نمیدادی زده بینیت را مجق میکردم. تو اگر مشت زنی جویش را تبابت میکنند. من مشت زنم در قبرستان بالای قبرت خاک میپرتویند. آیسته آیسته کمالی سیاه کار تو تمام شد. اکنون برآمده رفت. با تو بعد وا میخوریم. اگر به خونه مار دروی تو رو از اونجا میبرونم. قرار تام کمی غرام شد. خانم بانو لطفا خواهش میکنم مرا گوش کنید. جناب کانون لطفا اکنون مرا رها کنید. من با شما دیگر گپی ندارم. بسیار خواهش میکنم لطفا. همش رو میفهمونم. خواهش میکنم. کم مانده است بانو جان صبر کن. کم مانده است. خزینه تو از آن من میشوید. اوف جناب کانون اوف. خانم بانو لطفا معذرتم را قبول کنید. جانی بانو جان جانی تو برای شوکت جینجانی با برو من نریزونی. آه خدایا چه خیلی دختر بوده است. دنیای مرا دیگر کرد. اما دختری با غیرت بوده است. تماما مرا نگاه نکرد. اینجا چی میکنی؟ اوه پدر این چی سر و لباس است؟ چیکار کرده سر لباسم؟ با خدا بسیار خوب می نمایی. من دایم خوب می نمایم. جنتلمنم من. پدر از برای خدا چه خیلی جنتلمن. تو آدم دین شناس هستی. دین شناس؟ دین شناس چی؟ وای
нафаре ки пайрави динаш аст. دیندار دلشناس نه دیندار. تو این گپ ها رو یک سو گذار و اینجا چی میکوبی؟ маро як су гузор худат инҷо чӣ мекӯбӣ? من هم همین رو پرسیدنیم که اینجا چی میکوبی؟ падар вай میلیس جانم همهاش رو نوشته گرفتی ها؟ چیز کنی گپ زن تو زبانت رو خوردی؟ اینجا چیکار داری؟ با کجا نگاه داری؟ خوب جانم آخر برای من گفتم که بعضا فراموش میکنی تو. چیست آن زن؟ کدوم زن падар؟ انا آن را میگویم. چشم سیاه، موی سیاه، لبهایش مثل آهو. سمی падар چی کار میکنی؟ کجا شدی تو؟ آمدم اومای جون. زیباترین زیباها، با لذتترینی با لذتها، شیرین ترینی شیرین ها. با من نامتان رو گوید خانم خواهش میکنم. چی گپ است؟ این دیوانه است؟ падар چی کار میکنی؟ عیب است. بیو رویم بیو. در عشق عیب نیست. ها خدا پناه دهد. شما چه ها میگویید؟ عشق گفته ایستادم. از همه بلندترین حسیات عشق را گفته ایستادم خانم. падар چی کار میکنی؟ وای بخشش خانم. پدرم حسیاتش رو درباره عشق عمومی بیان کرد. یعنی با شما رو بیتی ندارد. لطفاً ببخشید. تو کودک در بین دو کبوتری عاشق نداره. خانم زیبا مرا خوب فهمیدن. صدای دل مرا میشنوید. با خدا که دیوانه است. کافیست اکنون کافیست. زود پدرت رو گرفته از اینجا رو. خوب خانم میلیس رفتیم. برادر عزیز بگیر این پدری دیوانات رو از اینجا زودتر. تو نسبتی پدری من چی خیل گپ زده ایستاده ای ها؟ آی چی گپ است؟ چیکار میکنی؟ ای چی کار میکنی ها؟ بس بود اگسته. لطفاً روید از اینجا. بیا رفتیم. خونه در و مادر جان. با خدا که دیوانه است. دیوانه. падар чӣ кор карда истодаӣ? ман ошиқи духтари ин занам. ту бошӣ ба модараш часпидӣ. ай бас охир ин хел намешавад. با من چی؟ دوست داشتی؟ از من پرسیدی؟ دیگر کس را دوست می‌داشتی؟ رفت دیگر دختر یاب. аз барои худо ба худ биё ҳам. آدم پدرش را به خود بیا نمیگوید. من این زن را میخواهم فهمیدی؟ برایم این زن را خواستگاری کن. اگر این زن را برایم ندهی حق پدریم را به تو حلال نمیکنم. فهمیدی؟ بس است از تنهایی بیزار شدم. тамом падар ҷон рафтем. шарманда кардем. биё рафтем. چشمانش مثل چشمانی آهو. рафтем қурбонаш چشمانی آهو. چشمانی آهو. рафтем. бисёр хуб худашам мисли обу. خوش بچه ها، خداوند بزرگ آفریدگاری تمام مخلوق جاندار و بیجانی روی زمین است. سنگ ها، بحرها، چی میدانم، گل هایی در روی کوه ها، درخت ها، حیوان ها. همین خیلی؟ برای همین در درس امروزه همون همین را میگذاریم بچه ها. انسان هم از جمله آفریده های آفریدگار یعنی مخلوق است، اما به خاطر عقل و شعور داشتنش از دیگر مخلوق ها فرق کردن نزد پروردگار جایگاه خاصی دارد. همین خیلی نه بچه ها؟ برای همین مثلا فکر کنید اگر ما هممون حیوان می شدیم حیوان؟ چی گم است؟ بفرمایید. اینجا سیرک است یا سیرف است؟ خودش چی گپ است؟ جنابی وکیل معذرت میخواهم، من هم نفهمیدم این چیکار شد. در مکتبمون اولین بار این کار میشود. من هم حیران شدم. استاد احمد اینجا چی گپ است؟ جناب بیکر از وزارت معارف آمده است. به این شرمندگی چقدر جواب میده؟ مطمئنم که حتما برای این شرمندگی یگان دلیل داره. مرحمت شما را گوش میکنم. جناب این درس به طلبه ها درباره موقع خاص انسان در نزد خداوند را فهمانیده ایستاده بودم. درس را عملی نشان دادن خواستم. مثلا چه خیلی فهمانم به شما فکر کرده ایستادم. مثال جنید شاگرد ما نقاب گاو را پوشیده است. همین خیلی نه؟ کنی یک صدای گاو برار پسرم؟ خیلی استاد
پسرم گاو آخر گاوی شیرده بره زود باش. ما گاوجان شیرده گفتم. این خیلی نمیشود کمی درازتر. ما آفرین. چه خیلی که مشاهده کردید او گاو شد. باز رفیقی که در برش نقاب میمون را پوشیده است. آرتیق جان یک بار صدای میمون را میبراری؟ پسرم این مثل صدای ترنه است. صدای میمون گفته ایستادم. میمون. استاد میمون چه صدا میبراره؟ با صدای حرفی او میبراریم. لبهایت را به پیش برار. برآوردی با بیرون و درون نفس کش پسرم. جناب چه خیلی که دیدید در حال طلبه ها میفهمند و آن صدا را میبرارند. شخصا من خودم به بچه ها نقاب ها را با شکل های حیوان ها تقسیم کردم که خودشان را به جای حیوان ها گذاشته انسان بودنشان را بهتر و خوبتر فهمند. جناب خدا میتوانست که ما را نیز حیوان آفرد. همین خیلی جناب. اما ما را در روی زمین از همه دیده بالا و با شرف آفرید. جناب برای فهمیدن خوب را از بد، راست را از دروغ به ما عقل داد. چقدر که شکر گوییم کم است. همین خیلی نه بچه ها؟ بله درست. اینقدر متد خوب بوده است. این متد را در همه مکتب ها جاری کردن لازم. اکنون از نظریوی دست کشیده به عملی گذاشتن لازم. استاد ما به شما خلل نمیرسانیم. ممنون استاد. برای کار به شما. روز بخیر استاد. سلامت باشید. زود نقاب هایتان را کشید. استاد با خود زود فهموندید اونها رو. همین خیلی نه جونه؟ تو نکش پسرم. نقابت ایستد به تو میزیبد. گاوی شیر ده من. یا خدای من از خانم بانو چخیل معذرت میپرسم. چیکار کنم من آخره؟ اکا کانون در اصل من یک فکری عجایبی دارم اکا. چی بوده است؟ فردا صبحی بر وقت در آزمون زیبا سنم اشتراک کرده برای تو یک عروسی زیبا میابم اکا. چهل فهمیدی اکا؟ بله مردت تعیین شید. آفرین با تو. این داشت ببین بیشوق حیوان های چشم من غیر از خانم بانو کسی دیگری را نمیبیند. به عقل ها گوه های کپ تیار. از نظرم روید گم شوید. با کسی که زیبا سنم میرفتند همینش نمیرسید. من خانم بانو رو میخواهم. من با خانم بانو یک جای بودن میخواهم. تشکری زیاد. همه تورتو رو گرفتیم ملیس جان. ای چیکار کنم سمی جان؟ مادرم سپورش داد. ایستا زنگ زنم یگان چیزی دیگر میخواد. مگر یگان چیزی دیگر هم هست؟ شیرینی نه جانم باز یگان چیزی دیگر. همه اینها رو این زن چیکار میکرده باشد؟ تلفنم کجا شده باشد؟ آچا جان رو میگویم همه اینها رو چیکار؟ نمیدونم تلفنم کجا شده باشد. ای برادر همه رو جزیر کردی. ما نخواد چنین دختر زیبا با همه خونگرو باشد. سمی از برای خدا با اینها کردار مباش. مباش. یک لحظه دختری که در بر من باشد هیچ کس او رو گپ داده نمیتواند. سمی صبر کن. جانم آرام باش. اینها رو بگیر. با من گوش کن شیر بچه. اجل شما آماده است. مردن میخواهید چی ها؟ یا خدا. سمی رهایش کنید. سمی چی گپ است اینجا؟ کمالی سیا. کسی به خانم میلی زبان درازی کند زبانش رو از حلق میبرم. کسی دست دراز کند دستش رو میشکنم.
рафтем самиҷон. хезед гум шавед. دیدی چی خیل آنها را زدنی بودن ولی از پشت تو شده آنها را از دست دادم. نه شغال برادر آنها مرا زدنی بودن تو چرا بینیت رو خلانیدی و من بگو. اگر تو خالتچه کنی نرخش رو من میگذارم. اینجا مکانی من است. این کمال سکسیا از پس میلیس است. اگر با میلیس خاندار نشوم میراث رو دیگر من صاحبی کردن نمیتوانم. شما چه خیل هستید خانم میلیس؟ با تو چی؟ راهگرد میرویم پیش درو. رفتیم جانم. خانم میلیس چون این رفتار این دختر باز هم زیادتر دل مرا میبرد. در نهایت تو را خواهم گرفت. گوش کن زیا، میخواهم به من قبل دیگه که از پس سقراط شده او را جستجو نمیکنی. این کار پلیس است، بگذار آنها کنن. تمام جانم، قول میدیم. بخشش زهرا، تا آن آدم را یافته نکشم ما خوشبخت شده نمیتوانیم. دزدیدن سومن از طرف سقراط به تو یگان رابطه ندارد میخیلنی؟ نه جانم، با من چی رابطه ای دارد؟ نمیدونم، شاید با پدر سومن یگان علاقه داشته باشد. ممکن که با پدر او یگان داد و گرفت دارد. با آدم مرده چی داد و گرفت داشته باشد؟ مرده است؟ پیش از اینجا اومدن با لیوین صحبت داشتم. شخصیت پدر سومن رو پیدا و معین کرده بودند و فهمیدم که مرده است بیچاره. با خدا زیغ شدم، چی گویم نمیدانم. خدا رحمتش کنه. آمین. من باید با مکتب روم. رفت جانم. خیر تا بازدید. درسای خوب. رحمت. مکتب می روم گفته به زهرا دروغ گفتم مرا ببخشد. سقراط سومن را چرا دزدیده است فهمیدن لازم. مادرش انیق یگان چیز را می داند. کنی رفتی؟ اوه سنم جان خوش آمدی. ایست نشین. از اینجا راست به میدان می روی. چی میگوی؟ بسیار شیرین هستی. اگر قبول کنی که شرط رو باخته البته که می رویم جانم. ای سنم جان به محل هجری کوچی درفتی فکر کردی در حال او رو به دو می افتانی؟ الکای افتاندم جانم. چون که دیشب در خانه هجری استادم. چی؟ بله به خونم دوست در آمد. هجری آمده مرا نجات داد. بعداً دید که من بسیار میترسم مرا تنها گذاشتن نخواست. یعنی چی خیلی که فهمیدی دیشب در خانه هجری ایستادم. سنم میگویم شاید خوب دیده باشی چون که هجری در حیاتش با تو در یک خانه نمی ایستد. چرا نمی ایستاده بود است؟ جایز نیست سنم جان، جایز نیست. غیر از این هجری رو همه ما میشناسیم. با این خیل دروغ خودت رو مسخره مردم نکن. خیز رفتیم با میدان. هنگس بزن من مزه کرده تماشا میکنم. تمام. 2 هفته پس در کوچه مرکزی وا میخوریم. کی باید هنگ زند خواهیم دید زورو جان. عصبی شدیم؟ خوب من میروم. تو بازدید. تو بازدید. جایز بودن یا نبودنش رو خواهیم دید زورو. کسی آمدن مرا ندید به فکرم بسیار زور شد. بلانی گس. پردهی قیمتی گز بود بایره گز خریدیم. بچه قبوی بزیم دوره.
آوردن کنعان به همتون مبارک. یا خدایم اوه خدا جان یا خدایا در خانه نیستند؟ سلام. سلام. کمی صحبت کرده می توانیم؟ من یک چیز رو نفهمیدم. سقراط بر این آدم سمن رو چرا می دوزیده است؟ نمیدونم. یعنی من از کجا میدونم که من شما رو در کجای دیدم؟ نه یعنی فکر نمی کنم. شما یک لحظه شما دوگانه تو چین هستید؟ نه یعنی تو این زمان یگان دوگانه با نام تو چه نداشتم. به فکرم من رو با کسی مانند کردید. این زن از من چیزی رو پنهان می دارد. باز می بینیم. کجا شد این بدبخت؟ تمام فهمیدم. شما میخوریم. خیر تو بازدید. حیف بود بر تو بانو. این کار رو برای نجات تو کردم. چی خوب میشد که امورا من میکشتم. من برای عشقمون کوشش دارم، تو باش چیکار میکنی؟ گاز رو کشوده موندم. ای بچه این گاز مایدک بود و تموم شد. بالون گاز مایده بود تموم نشوه. رفته او را محکم کنم. این بدبخت که میبینه معلوم نیست. قبول بیزی گره محکم شو خیلی یاری تجریه یاری تجریه دکتر این چی شد؟ آب رو بیاره زودتر. آب رو بیاره. بچه بخواه مور
شوکت